این تحفه از جانب یک شخصیت به برادر دهمرده است که حاضر در نزد خانه‌اش قرار داریم برده میتیم و یک جایی میبینیم که این چی تحفه است. من چی دیده کردم اومای برو میگم باشم خیلی توکلش بخدا. هر کسی که خواهد که بدونه همین تحفه چیه با اینستاگرام ما صدای امید افیسیال داخل شوین ببینین که تحفه چی است. برای ادامه برنامه را دیدن یک لحظه توجه میکنیم به سرپرستان برنامه. شرکت زیارت شاپ با حجامه و داروهای گیاهی و اینچنین طبابت گیمری در شهر مسکو. تمام داروهای گیاهی با نرخ‌های دسترس. شما میتوانید خود حاضر فرمایش دین تحویل به تمام شهرهای روسیه و اینچنین به تاجیکستان وطن عزیزمون به شهر دوشنبه. یکی از نماینده‌های شرکت زیارت شاپ برادر عبدالله. بله. ما چه خود را در سخن آغشته ایم. از حکایت ما حکایت گشته ایم. این حکایت نیست پیش مرد کار. وصف حال است و حضور یاری غار. عرض سلام هموطنان عزیز بینندگان سامانه صدای امید. امروز در برنامه خود برادر دهمرده که در اینستاگرام بسیار یک فعالیت خوب نشان داده ایستاده است. در کوه پشته ها زندگی شخصی خودش را بسیار جالب و بسیار برادر شوخ است. امروز یک صحبت آزاد از زندگی و حیات همین برادر قصه میکنیم. میتونیم که تماشا کنیم. خوش اومدید برادرم به برنامه ما. از ما در شهر دوشنبه قرار داریم. به نزد خانه همین برادر اومدگیم. اکثریت میپرسند که از کجا هستی؟ من فکر میکنم از دیگه جونه که در دوشنبه زندگی دارد. سر اول یک برادر را سلام علیک میکردیم و میگفتین که شما اصل وطنتون کجایی است؟ سلام علیکم به همه تماشاگینا. من اصل وطنم از یغناب. یغناب. با مسجد نزدیک. با مسجد نزدیک. با برادر مسجد بسیارتر کار میکنم. بعد دوشنبه چه خیلی اومدین؟ چند سال شد میگین در دوشنبه زندگی دارید؟ دوشنبه من قریب زیاده 8 سال شد 10 سال شد در دوشنبه زندگی میکنم. در همین دوشنبه. حیات کوهسار چگونه است؟ حیات کوهسار جای آزاد است. بهترین اگر من معقوله. نمیتونم شف کوه تاجیکستان موندگیم کجای تامین نمیسن؟ مگه شف کوه تاجیکستان ها؟ خیلی در راه را میبینن شف کوه تاجیکستان. آی در حقیقت شف کوه یا یک کس کار ندارم گاری تماشا کرده. بعد ایجاد خطت چگونه تصور میکنی وقتی که جمعه به زیق نمیشه یا که دوجه زیق نمیشه چه خیلی است؟ نه کسرانات تاجیکستان همه جاش که آزاده در همه جاش آزاد میگردی. من در اینجا هم زغ نمیشم مثلا میرم میبینم که راحت هستم. راحت اینجا شمون شکر آزادی شکر تنجی و امانی که همین خدا را شکر که تنجی و امانی است. ما آزاد میگردیم آزاد حرف میزنیم که برای ما یک فخره. چی گفتین؟ راست بهترین باور کنین برادر نو گفتم که یا مستر پلاژین پارتو ما بیام تاخی میگه من دوشنبه ده من مستر پلاژین نمیفهم میگه نه خود دامادر میگه با مستر پلاژین کوی میکویو میگه بسیار برادر شوخه قطعش زیغ نمیشه. یک تحفه آوردیم در دست سپردگیم. خیلی کسی که لازمه سر ویدیو دا گفتیم که اینستاگرام ما داخل شوین. در اینستاگراممون میبینین که همین تحفه چی هسته. برادر ما در اینستاگرام نام دهمرده 1999 هسته. دیروز من یک ثبت دیدم خودم صحبت کرده کسی از نام شما ماشینیکی کرده است فریب کرده است چی است؟ اما خیلی یک سایت های کشودن که از نام من مردم پول میپرسیدن. من تلفن ندارم من مادرم کسله هم خیلی گفته مردم پول میپرسیدن. بسیار آدم اسکرین شات کردم پرتیدن دما بعد برای همون یا ویدیو کردم که من نیست شدم. چقدر مردم پست است و آدمایی که مقصد با فند و فریب زندگیشون را پیش میبرن حق یک بیچاره را میخورن از نام بعضی ها گپ میزنن. همه ای در نزد قانون اول درجه بعد در نزد خدا جوابگاری دارد. تا در هیچ دقت نکرد. مهم که در زندگی خودت چگونه هستی چگونه نشان دادستی همیشه بسنده است. هر کسی که کارو را میکنه گفتم که یک روز نه یک روز سخت جواب میگه. خیلی خوب. برادر ما بسیار شخصی عادی است. در نوارو بعضی چه عادی حیات هم خیلی هستم خیلی نشون میده. یا که تولد کردنی گوسفنداش با گوسفنداش میگه گوسفندی من میگه بسیار گوسفندی مهربونه همیشه در پیشکم خوب میره. با بعضی شخصا هم با میرم میگیرن توغری میکنن در آدما رفیقاشو من گوسفنده که منو و یک سگ داری بسیار پاپولار 10 سال زندگی کرده قطعی. بهترین حیاتی خوب است. طبیعت زیبا است. طبیعت راحت است. هر شخصیتی که مقصد در کوه پشت زندگی کرده است او خودش احساس میکنه. بعضی‌ها فکر میکنن بسیار خیر میگه
چه عذاب و رنج و غم است وقتی که خودش که در همون حالت اگر با وی رسیده باشه برای او بسیار آسان است و کیفیت دارد هر چیز به خودش کیفیت دارد من هم زیاد در کوه پشت گشتگی هستم و از این کیفیت دهات و از کیفیت کوه پشت درکدار هستم ده و سخن‌هایی که در نوارتون میگین الهامی است خود از خود میبیاد یا که یگانجا گوش کرده میگید که بعضی سخن‌های میگید بسیار تاثیر بخش در جامعه چگونه که روز 1 سپتامبر یک برنامه در تماشا کردم گفتی که جوانایش تلفن را از گذاره مکتب بخونید یعنی که همین علم در چوپانی هم به کار میرفته است گفتی که چند هفته شد باید حساب بکنم اینجوری نیست حساب این همه خیلی بود که ما 2 ماه مولم حساب نکرده بودم دیگه حساب کردن خودم ناز نمیتونم به همین چی حساب نکرده بودم برای همین یک چیز هم تو دسترم زد که من باید هم خیلی گویم که بسیارتر آدم من تماشا میکنم مقصد دیگه آدم را همین من باید گفتم دمی یاشترکا فهمونم که این هم کلان شده چرد رئیس شده نیسته مقصد شما در استرالیا در چوپونه در کدام حالتی نباشید همین علم در شما در کاره بله بهترین سخن کردین و بعضی سخن‌های زیبا میکنید بهترین من فکر میکنم مردم هم شما را خوب قبول کردگی است و بگذار همیشه همه که در جامعه محبوب باشید مشهوری به معنی نه مشهوری محبوب باشید خدا رحمان من در همون هر یک ویدیویی که میکنم اینا رو من خیلی شینم فکر کنم خیلی نه همین روز من در صحیفه مثلا یگان ویدیو پرداختم در کار همین روز همین چیز در من هم تو میزنه در همین سرم هم خیلی میزنه هم خیلی ویدیو میکنم میبرم میپردم بهترین برای فعالیتی که خودت کرده استی چوپانی از شخصایی که بنویسن یا داشنام میکنن یا اون گپی پست بالانس زنن این خیلی شخصیت هم هست که بنویسن تا خیلی آدم در همه جای هستن اهمیت من 10 سال تجربه اینترنت دارم و تمام کاری کردگی هستم سراونا یک کس نه یک کس یک گپی قبیح میزند ما خدا را شکر میکنیم که یگان کاری غلط نکرده ایم مردم به یگان چقری تیله نکرده ایم و یگان کاری بد به اونها توصیه نداده ایم مهم که ما معلوم است که چی کار کرده ایم در پیش وجدان خودمان در پیش ملت معلوم است اگر از هزارها یک نفر دو نفر این خانه خوب باید باشه اگر نباشد کیفیت نداره باور که باید چی میگه تا با کم ترک آدم وای میشود چیکار میشه بود الهامش زیاد میشود هرچند داشتمو زیاد میکنن با میبینی الهام زیاد شدن میگیرد انا محبت وطن عشق وطن در قلب تو چگونه جوش میزند مثلا تو در کوه پشت میگردی چه احساس میکنی که وطن را دوست میداری همین وطن وقتی که پدر مادر عائله وقتی که در جای امن و آرومه چه دوست نمیداری بهترین سخن ماشاءالله اکثر جوان‌ها درک نمیکنن امیره باور کنید و قدر این زمان میرسن یه دست دادن یا از ما در راحت زندگی کرده ایم پسیا را اکثریت ندیدین رنج و عذاب ندیدین بعد وقتی که یک سخن در برای وطن میزنی به ناموس هسته او آدمی که باز بخیزه یک سخنی پست بزنه وقتی که وطن مادر امنی آسایش در اولوی دنیا هست خودش ای همونجا میلقد لیکن میدونه که پدر مادر زن فرزندش در امن زندگی داره همین را شکرانه نمیکنن اینا ببین در بعضی کشورها سالها شد آرومی را نمیبینن سالها شد جوانان مقصد در چه احوال زندگی دارن کودکا را ببین چقدر مرده است خدا را شکر بازم شکر که وطن اینجا امان داره بله یعنی در همون کوه پشت هم اگر اینجا امان نباشه تو راحت گشته نمیتونی در همجا مالت خوب بانی کردن یک از کار ندارم برید مالت میچرونی زندگی در روی همون رفته است یک از کارو نداره با تجارت خودت مشغول هستی چخیله تجارت مال چخیله میشه خدا باشه خیلی زندگی میگذره ساز است خدا که خدا هر کسی بهر کاری آفریده است شما را بهر چوپانی که باز چوپانی که من فکر میکنم ایبین همین چوپان ها اولین شخصیتی که در اینترنت مردم خوب قبول کردن ای شما هستین من خودم تصور میکنم که نمیدونم دیگر ندیده بودم من یکم دیدم شما را دیده بودم وقتی که یک نوارتون دیدم سخن زیبا گفتین بعد اونجا یک سخن نوشته بودم تو نه دیگه من ندیدم و حاضر بسیار شده هستن کنکورنتات بسیار شده کس گرفتنی هم در اونجا تو آرام موندنی نیستن خیره یک عالمه سوال میتونم یک تجارتچی است
бізнесмен аст, миллионер аст. یک کس پیش میبیه میگه که ازن میگه من میخوام در فلان جا یک مغازه بکشم، از فلان محصولات میبرم. پای بیزنسمن میگه آخه در اون جایی که تو گفته 100 تا مغازه ای. او چه دوجا میکشی؟ اونجا نمیتونی کار کرده. او تو 101 میشه. میگه ها ما 101 میشم لیکن کاری میکنیم یکم باشم. ترام اگر 100 تا هم که بروه با سخناتون همیشه پیشرفت هستین. هر کسیش باشه فرقی نداره. ما همیشه با بلاگرها توصیه میتیم که مشهور نشوین، شما محبوب شوین. یک سخن زیبا گوین که مردم از شما یک پند عبرت بگیرن. خب یگان سخن داشته باشید در آخر بهر برادرای نامرحمت که بسیاری برادرها خواهش داشتن و بدونن که تو از کجا هستی، زندگی چه در کجا است. سال تولد 1999 که ماندگی هستی. خیلی اویله دار هستی ولی بی فرزند. پدر مادر که در اینجا زندگی داری. خیلی تو جای خیلی معلومات چه دارم. ما همه این شخصیت میشناسم همه طرفه. هر کسی که نمیشناخت اینا شناخته انشا. شناخته. یگان سخن داشته باشی برای برادرها مرحمت. یگان سخن دارم. خداوند همشون نگهبان باشد. اما که ما رو دستگیری میکنن الله برکتشون بده. سربلند باشین، داغو باشین.